با درود فراوان خدمت شما دوستان و فریختگان عزیز. دوستان، با یکی دیگر از برنامه‌های جلیات تاریخی در خدمت شما هستم. عزیزان، اگر مقداری تأخیر در برنامه پیش اومد، چنان که در دایره خیلیا گفتن چرا تأخیر هست، از این بابت معذوریم. عذر ما رو پذیرا باشین. به خاطر مسائل و مشکلاتی که هست، خب ما گاهن وقفه میفته بین برنامه‌ها. دوستان عزیز، ما میریم برای ادامه بحث قبلی، قسمت 4 حمله مسلمانان، چنگیز، سلسله هخامنشیان. چنانچه همیشه گفتیم و برنامه‌های زیادی راجع به این ساختیم که اینا همش تخیلات تاریخی هست و تناقضاتش رو بررسی کردیم در چند قسمت قبلی. به اونجا رسیدیم که گفتیم که امکان نداره که در گذشته بشود بدون امکاناتی که امروز در اختیار داریم، مثل تلگراف، تلفن، بیسیم، هواپیما، کشتی، کسی بتونه حتی یک محل رو اداره بکنه، چه برسه به یک شهر و یک کشور رو. و اصلا کشوری وجود نداشته و دولت ملت یک پدیده مدرن هست که در این 300-400 سال به واسطه این ابزار اطلاعات جمعی که ما در اختیار داریم، بعد از اختراع تلگراف و تلفن و اینا، تونستیم که این کشورها رو به وجود بیاریم و اکثر این کشورها بعد از جنگ جهانی اول به وجود اومدن. قبل از اون همه اینا دولت شهر بودن، شهرهای پراکنده‌ای که بعد از جنگ جهانی اول با هم پیمان شدن و یک کشور شدن و بعضی اونها هم بعد از جنگ جهانی دوم باز از هم فرو پاشیدن که حالا جای بحث اون اینجا نیست. پس ما اینها رو ادله‌هاشو گفتیم، میریم برای تناقضات دیگری که ما می‌خوایم الان مطرح بکنیم خدمتتون. بله دوستان، ما در برنامه قبلی به اینجا رسیدیم که گفتیم که نشون دادیم که مثلا اگر دشمن از شمال کشور اون موقع حمله می‌کرده و به اصطلاح در جنوب کشور چجوری می‌خواستن با خبر بشن از هم دیگه، هیچ ابزاری نبوده، یا اگر سپاهی میفرستادن ابزاری نبوده که بفهمن سپاه رو چطوری پشتیبانی بکنن چجوری. و همینطور گفتیم اصلا امکان نداشتی در اون زمان بشه 100,000 نفر حتی 10,000 نفر آدم رو غذا داد صبح و شب، صبح و ظهر و شب. میلیون ها تن غذا میشه که اصلا با امکانات اون موقع و حتی با امکانات امروز هم امکان پذیر نیست. خب ما اینا رو توضیح دادیم. لطفاً دوستان برید و قسمت‌های قبلی رو نگاه بکنید و از ما سوالات تکراری نپرسید. ما این تناقضات رو بررسی کردیم. حالا میرسیم به قسمت غذای اسب‌ها. اینجا میگه که یک اسب در طول روز برابر با 2 تا 5.2% از وزن خودش رو غذا میخوره. یعنی اگر یک اسبی مثلا 200 کیلو باشه که بیشتر هست، اسب حداقل 400 کیلو مثلا وزن اسب باشه، یه چیزی حدود 100 کیلو این اسب فقط باید یونجه بخوره. اون هم چه غذاهایی باید بخوره؟ رژیم سختی داره. اونایی که اسب دارن میدونن اسب موجود بسیار حساسی هست که زود مریض میشه و خیلی نازپرورده هست. برای همین اصلا اسب سواری و رشته اسب سواری و اینا ورزش گران قیمتی هست، چون نگهداری اسب خیلی گرانه. بعد و اینجا توضیح میده که رژیم های مخصوصی داره، اگه این رژیم ها رعایت نشه اسب زود سردش میشه، تب میکنه، میمیره. و اسب کلا موجودی نیست که برای کوه و کمر ساخته شده باشه، برای مراتع ساخته شده. همینطور که میبینید اسب‌ها در مراتع زندگی میکنن، اسب‌های وحشی در کوه و کمرها زندگی نمیکنن. اون قاطر هست که برای کوه و کمرها هست. پس وقتی که میگن که اسب، خب مثلا 10,000 اسب رو اینا ور میداشتن و میرفتن به جنگ، خب این اسب که اینقدر ظریف هست و 100 کیلو فقط هر اسبی باید یونجه بخوره، کنستانتره بخوره، غذاهای مخصوص بخوره، غذاهای تقویتی بخوره، اینها هست که بتونه دوام بیاره، روی پاش بایسته. در بین راه سرما بوده، دره بوده، کوه بوده و اصلا اسب نمیتونه از کوه و کمر عبور بکنه و زود از پا در میاد. چگونه بوده که اینها میتونستن این همه اسب رو بگیرن و ببرن و غذاشو چجوری میدادن، راهها رو چجوری میرفتن، اسب چجوری این کوه و کمرها و دره‌ها رو طی میکرده. پس میبینید که اینها همش تخیلات هالیوودی هستن. من یادم یک به اصطلاح اسپیلبرگ، کارگردان بزرگ سینما، داشت یک فیلم تاریخی میساخته و من یکی از مقالاشو خوندم که بعداً نشون میدادم. میگه ما برای پشت صحنه که حدوداً مثلا 50 سکانس قرار بود توی این صحنه اسب باشه، ما مجبور شدیم دیگه 2-3 ماه این اسبا رو نگه داریم که بهشون غذا بدیم. میگه سر به فلک گذاشت پول این غذاهای اسبا. تازه این اسبا قرار نبوده که مسافت طولانی رو برن، یه جا وایستاده بودن، ما چند تا سکانس می‌خواستیم ازشون بگیریم. انقدر خرجشون زیاد بود که شاید 1/3 هزینه فیلم رفته بود خرج خورد و خوراک نگهداری این اسبا برای این چند روز. خب چگونه اون زمان میتونستن این همه اسب رو ببرن با خودشون و این همه غذا رو بهش بدن؟ در بین راه اصلا شاید اسب‌ها از یک جایی رد می‌شدن که بیابان بوده و برهوت بوده. غذا اگر اسب 24 ساعت غذا نخوره میمیره، از پا در میاد.
این مسائل تاریخ، اونهایی که اومدن تاریخ رو جعل کردن اینها رو در نظر نگرفتن و فکر نمی‌کردن که یک زمان علم پیشرفت میکنه و اشخاصی میان امثال ما این محاسبات رو انجام میدن. و اینجا میگه اساساً پس ما میبینی که این یکی دیگه از تناقضات این است که پس اساساً همین چیزی امکان پذیر نیست که شما حتی غذای اسب‌ها هم بتونید بده، غذای سربازا هم که بررسی کردید، اصلا امکان پذیر نیست در آن زمان، با امکانات همین الان هم امکان پذیر نیست که شما 10,000 اسب رو ورداری از کوه و کمرها عبور کنی، از شرق زمین به غرب زمین بری، همه اسب‌ها میمیرن در بین راه، چون اسب موجود ظریفی است و حساسی است. خب ببینید دوستان، این اشخاصی که اومدن و تاریخ رو جعل کردن، نکته دیگه بعضیا خواسته بودن، این آقا هست ارنست امیل هرتزفلد، کسی که ما قبلا هم شما رو با این آقا آشنا کردیم که اومدن و سلسله هخامنشیان رو در ایران جعل کردن در زمان رضا شاه و ما فیلماش رو قبلا چندین بار خدمت شما ارائه دادیم. این آقا از ارنست هرتزفلد و ببینید که اومده و این عکس ها مال همین حدود 120 سال پیش هست که اومده و داره این کتیبه ها و این نقوشی که اونجا بعدش به اینها همه میگه هخامنشیان، که بتونه داستان تورات رو، چون گفتیم کوروشی که از داستانهای تورات هست، بتونه داستانهای تورات رو به واقعیت تبدیل بکنه و بگه این همه واقعیت هست و از طرف خاخامهای یهودی پول گرفته بود که بیاد این کارو بکنه. نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا تیم هرتزفلد رفتن و تاریخ جعل کردن، مثل داستان موسی و فراعنه، چون اینا همش داستانهای تورات هست و پول گرفتن که برن برای اینا مصداق پیدا کنن و مصادیقی پیدا کنن و بگن بله هر آنچه که در تورات اومده راسته و تورات کلام خداست. بنابراین اومدن و گفتن که اینجا سلسله هخامنشیان هست که بتونن بگن بله اون کوروشی که در تورات هست وجود خارجی داره، اینم به اصطلاح کاخش است، که ما اینا رو قبلا مفصلا توضیح دادیم. خواستم بگم این اشخاص بودن، اینها اولین باستان شناسان بودن، این یهودیان در این 200 سال اخیر اومدن و کتاب‌های زیادی رو برای اثبات و گفته‌های خودشون جعل کردن، مثلا تاریخ تبری اصلا وجود نداره. ما عرض کردیم در 700 سال پیش طبق اون فرمولی که خدمتتون گفتیم جمعیتی اصلا در ایران و جهان زندگی نمی‌کرده که بخواد تبری وجود داشته باشه. سراسر جمعیت ایران در 800 سال پیش به 100,000 نفر هم نمی‌رسیده، اونم به صورت پراکنده. ما اینو چون توضیح دادیم فقط می‌خواستم بگم این آقا ارنست امیل هرتزفلد و تیمش بودن که در به اصطلاح 120 سال پیش و البته از قبل از اون شروع شده بود، از 200 سال پیش مهاجرت یهودیان و تاریخ نویسان برای جعل تاریخ شروع شده بود و این آقا از سرآمدان آنها هست که اومدن این تواریخ جعلی رو که ما یواش یواش همه رو کاملتر بیان می‌کنیم جعل کردن برای ایرانیان همراه با ناسیونالیستای ایرانی با کمک اونها. خب ببینید دوستان، حالا شاید براتون سوال پیش بیاد خب پس چجوری این دین اسلام، این حمله اعراب به ایران و نمیدونم کشتن مردم و قلقلم کردن مردم، اینا همش دروغ‌هایی بوده که همین تیم هرتزفلد درست کرده دوستان عزیز. چون همونطور که گفتیم جنگ ها در آن زمان امکان پذیر نبوده با امکانات اون زمان که کسی بخواد جنگ بکنه، حتی یک قبیله به یک قبیله به زور میتونسته حمله بکنه، چون بحث غذا پیش میاد، بحث غذای اسب‌ها پیش میاد، بحث ارتباط جمعی پیش میاد و شما با همین اصل و فاکتور میتونید بفهمید که همچین چیزی، هیچ حمله‌ای در آن زمان امکان پذیر نبوده. خب چگونه بوده؟ ببینید دوستان در این عکسی که من نشونتون میدم، ببینید ما همونطور که گفتیم بشر تا همین 900 سال پیش کوچنده زندگی میکرده. ببینید مثلا اقوام اعراب بودن، هندوها بودن، هندوها بودن، مثلا مسیحیان بودن، پارس ها بودن، یهودیان بودن. اینها اقوامی بودن که کوچنده زندگی میکردن، یکلاق و قشلاق میکردن. اینا اجداد ما هستن، باستانیان این گونه زندگی میکردن و هنوز شهرنشین نشده بودن. بعضی از اونها حالا اومده بودن یه چند تا خونه هم ساخته بودن که اسمش شهر نمیتونستی بگذاری، قریه میتونستی بذاری یا آبادی میتونستی بگذاری اسمشون رو، و اینها باز هم یکلاق قشلاق میکردن. در زمانی که سرد میشد مثلا در گرمسیر یک سری خونه ساخته بودن، در سردسیر یک خونه ساخته بودن و بین اینها تردد میکردن و اینها اقوام بودن. مثلا اعراب، هندوها، مسیحیان، اینها در بین راه همدیگر رو میدیدن، باستانیان، و ادیان و تفکرات خودشون و باورهای خودشون رو به هم انتقال میدادن. این گونه بوده که اسلام وارد به اصطلاح تفکر فارسی شده و بین اقوام پارس راه پیدا کرده. این گونه بوده که مسیحیت بین
در ایران رواج پیدا کرده. این گونه بوده که زبان فارسی در بین مسیحیت رواج پیدا کرده، مثلا آیین‌های مثل میترایی در مسیحیت رواج پیدا کرده. این گونه بوده که مسیحی‌ها یهودی‌ها رو شناختن، از طریق جنگ نبوده. این جنگ‌ها طبق فرمولی که ما در این چند قسمت به شما نشان دادیم، بحث غذا و امکانات و نبودن تکنولوژی امکان پذیر نبوده. همینطور که همین الانش هم به زور دارن میجنگن با امکانات فعلی. بحث غذای سربازا اینا همه باعث ورشکستگی دولت‌ها شده و دارن به زور هزینه‌اشو تقبل میکنن. پس اعراب کسانی بودن که در اثر کوچندگی و یکلاق و قشلاق فارس‌ها رو میدیدن و تفکرات خودشون رو به اونها انتقال میدادن، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام. با اونها بازگو میکردن و آهسته آهسته ایرانی ها اونها رو پذیرفتن، پارس ها افکار اینها رو پذیرفتن و این گسترش پیدا کرده. هیچ جنگی در کار نبوده و اصلا امکان پذیر نبوده. ببینید دوستان، مثلا میگن در زمان ساسانیان بوده. خب ساسان کی بوده؟ من وقتم کمه. ببینید دوستان، ساساناندج بوده که در گذر زمان حروفش کم شده سنندج، همین سنندج فعلی که همون اطراف هم بود حکومت ساسان، که حکومت نبوده این در اصل. همین اقوامی بودن که اسمشون ساسان بوده. شخصی بوده، یک پیرمردی بوده، یک آخوند مذهبی بوده به نام ساسان. دج هم همون دژ هست، گویش دیگری هست. فارسی گویش های مختلفی داشته بین باستانیان. مثلا الان شما بلوچ ها بخشی از بلوچ ها به دج میگن. دژ گویش دیگری از دج. دژ یک جایی بوده که اینها درست کرده بودن، چند تا خونه بوده و بهش دج میگفتن و به اصطلاح یک شخص، یک آخوند مذهبی اونجا بوده به نام ساسان. و این آقای ساسان در ارتباط مثلا با اعراب که با کوچنده بودن، همین ساسانیان هم باز مجبور بودن کوچندگی بکنن، در بین راه اعراب رو میدیدن، مسلمان ها اونها رو میدیدن، اونها مسیحی ها رو میدیدن. اینجوری این گونه بوده که باور اسلامی طی صدها سال مثلا به این ساسانیان راه پیدا کرده و مردمانی که خودشون رو از پیروان ساسان میدونستن، در مکتب ساسان بودن و ساسان پیرشون بوده و مرادشون بوده، آهسته آهسته آیین‌های خود رو رها کردن و به آیین مثلا اسلام رو آوردن. آهسته در طی صدها سال، نه اینکه با جنگ. چنانچه ما گفتیم جنگ اصلاً با امکانات اون زمان امکان پذیر نبوده بدون ارتباطات جنگی. در همین جنگ خودمون، من یادم یکی از دوستان میگفت در جنگ ایران و عراق توی یکی از این عملیات ها، فکر میکنم بیت المقدس بوده، فتح المبین، همین حالا من خاطرم نیست، میگه که اومدن و ما آذوقه تموم شده بود، سلاح تموم شده بود و ما تازه بیسیم بوده، تلفن بوده، تا اومدن بیسیم زدن، تلفن زدن، این خبر به مرکز رسیده، مرکز تونسته این بیسیم رو بگیره، مواد رو برداره بیاره، تسلیحات رو برداره بیاره. میگه ما 10 تن شهید دادیم تا این تونست به ما برسه، با ماشین، با امکانات اون زمان. پس ما بدون پشتیبانی و لوازم ارتباط جمعی امکان نداشت هیچ جنگی بتونه صورت بگیره. و در برنامه آینده خواهیم گفت که مثلا آهن، بحث آهن، اصلا ساختن شمشیر چه هزینه‌ای داشته. مثلا شما یک آهن رو می‌خواستی برید معادن آهن رو برید پیدا بکنید و به اصطلاح بتونی اون رو تبدیل بکنی به بله، یک نفر داشت همینطوری تماس میگرفت، خب یک کمی خلل ایجاد کرد توی بحث ما. من عذرخواهی میکنم، این بحث رو در اینجا رها میکنم. یک مقدار روی حرفای بنده تفکر کنید تا این بحث رو بعداً ادامه بدیم. چنگیز خان هم همین گونه بوده و همه این تفکرات و باورها از طریق کوچندگی باستانیان به هم انتقال پیدا کرده. جنگی در کار نبوده و اصلا امکان پذیر نبوده. در این برنامه هم بدرود و 200 بدرود. هر کجا که هستید شادکام باشید. تا برنامه بعدی پیروز و شادکام باشید.